جامی و نوایی و هلالی و بینایی، ای خاک هری ریشه اندیشه مایی. هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتی است، هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتی است، در جوهر او یک رگ و پیوند هراتی است. مایان که شکر خورده این قند هراتیم، امروز عزادار چو فرزند هراتیم. امشب به غمی مردم زارش بگریستم، در گوشه هر خانه مزارش بگریستم. خانه هایی که مزار شدن. افسوس که یک کنگره ننگ فرو رفت، افسوس که یک کنگره ننگ فرو رفت، افسوس که یک گنبد فرهنگ فرو رفت. ویرانه های زمین لرزه هرات را تماشا کردیم. مردم زیر آوار، زیر دیوار، زیر خانه های خود گور شدند. بنابراین بسیار احساسی عمیق درد و همدردی در هر یک نفر تاجیک نسبت هرات است، زیرا تاجیکان در همه جای جهان، خاصه در تاجیکستان، با هرات یک پیوند عمیق دارند. زیرا هرات چون بلخ و چون بخارا از مادر شهرهای تمدن ماست. روشنترین صحیفه های تاریخ ما در هرات گذشته است. روشنترین صحیفه های فرهنگ ما، تمدن ما در هرات گذشته است. تاجیک 11 ساله که مکتب میخواند، هرات میخواند، هرات میگوید، هرات میشنود. خواجه عبدالله انصاری هرات، عبدالرحمن جامی هرات، علی شیر نوایی هرات، هلالی هرات، بینایی هرات، کاشفی هرات، واصفی هرات، میرخواند هرات، حافظ ابرو هرات، قاضی زاده رومی هرات، ناظمی و کوهستانی و مایل هروی و این همه نام های بزرگ تمدن ما با هرات پیوندند. هفت اورنگ هرات، بهارستان هرات، لب لباب مثنوی هرات، اخلاق محسینی هرات و نهایت تفسیر حسینی که 500 سال این مردم را تربیت کرده است هرات. نیمی از هویت ما در هرات، بخشی مهم از اصالت ما در هرات. بنابراین ما هرات را دوست می‌داریم. من بسیار سفر داشتم به هرات. هرات هم ما را دوست می‌دارد. در همین لحظه ما بیتی بزرگ هلالی را یاد می‌آوریم که در ما هرات در تصویر یک محبت دو جانبه سروده است. میگفت که عاشقان هرچند مشتاق جمال دلبرند، دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند. عشق می نازد به حسن و حسن می نازد به عشق. آره آره، این دو معنی عاشق هم دیگرند. یعنی تاجیکان و هرات این دو مفهوم عاشق هم دیگرند، پیوند هم دیگرند. از همه رمزی این است که همون قصیده بزرگ، همون شاهکار رودکی بوی جوی مولیان آید، همه در همه هرات آفریده شده است، در هرات نوشته شده است. وقتی که شاه سامانی برای استراحت به هرات رفته بود، در بادغیس قرار گرفته بود، نمیخواست این ملکی بهشتی را رها کند و به بخارا برگردد. جامی و نوایی و هلالی و بینایی، جامی و نوایی و
هلالی و بنایی، ای خاک هری ریشه اندیشه مایی. با خواجه انصاری و تفسیر حسینی، بر گردن ما تا به ابد فرضی و دینی. هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتی است، هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتی است، در جوهر او یک رگ و پیوند هراتی است. مایان که شکر خورده این قند هراته، همه پرورده مکتب جامی و هلالی و بنایی و واصفی و مایان که شکرخواره این قند هراته، امروز عزادار چو فرزند هراته. امشب به غم مردم زارش بگریستم، در گوشه هر خانه مزارش بگریستم. افسوس که یک کنگره ننگ فرو رفت، افسوس که یک گنبدی فرهنگ فرو رفت. جامی و نوایی و بنایی و هلالی، جامی و نوایی و بنایی و هلالی، ای رود هری رود همه اشک زلالی. شهری که ستم مهره ایران بزرگ است، شهری که ستم مهره ایران بزرگ است، شهری که نگهداری خراسان بزرگ است. بار دیگر اندوه و همدردی خود را به مردم شهر اصالت، شهر تاریخ، شهر هویت و شهر تمدن ما میرسانم. با این سخن که ما با عشق، عاطفه، مهربانی، دعا، صمیمیت و همدردی در کنار شما هستیم.